باندل BCC 5000 رو بهتون معرفی میکنم. محتویات داخل جعبه، محفظه ضد آب، دوربین تایم لپس TLC 5000، بازوی نگهدارنده، آداپتور نصب، گیره دوربین، آداپتور و کارت مایکرو SD، میله افزایشی، 2 عدد باتری قابل شارژ و هود لنز. قبل از استفاده شارژ کنید. حداقل به مدت 6 ساعت. فقط از شارژ سریع QC پشتیبانی می شود. از شارژ تایپ CPD پشتیبانی نمی شود. قبل از شروع کد QR را اسکن کنید تا پشتیبانی کامل دریافت کنید. شامل ثبت محصول برای دریافت گارانتی تمدید شده و لینک به پلتفرم مدیریت دوربین برای کنترل بیسیم. قرار دادن باتری قابل شارژ. درپوش باتری را در پشت دوربین با کمی زاویه باز کنید. دکمه روی باتری رو فشار دهید تا مطمئن شوید شارژ کامل است. هنگام قرار دادن باتری، دوربین روشن شده و چراغش فعال می شود زیرا از پیش فعال سازی شده است. درپوش باتری را با همان زاویه توصیه شده دوباره ببندید. قرار دادن کارت مایکرو SD. دستگاه به صورت خودکار روشن می شود. شروع ضبط با TLC 5000. بازی زمانی رو انتخاب کنید، سپس دکمه شروع و توقف رو فشار دهید تا ضبط آغاز شود. چراغ سبز کمکزن نشان دهنده این است که دوربین در حال ضبط است. برای توقف ضبط، دکمه را 3 ثانیه نگه دارید. بعد از توقف، دوربین را با کلید روشن و خاموش کنید. اجزای محفظه پاور. کابل انتقال داده و انرژی، آداپتور نصب دوربین، قفل باتری، محل قرارگیری باتری، پورت ورودی و خروجی انرژی و داده، نصب دوربین داخل محفظه. هود لنز را روی دوربین قرار دهید. باتری قابل شارژ را داخل محفظه دوربین بگذارید. چراغ سبز کمکزن نشان دهنده این است که باتری در حال تامین انرژی دوربین است. نصب کلمپ پاد.
مطمئن شوید که دو پیچ به خوبی سفت شده اند. نصب کلمپاد با میله افزایشی اختیاری بسته به نیاز کاربر. نصب محفظه و دوربین روی کلمپاد. محفظه رو با اندکی زاویه وارد کنید تا محکم جا بیفتد. برای محکم‌تر کردن دکمه قفل رو کمی فشار دهید. کلمپاد را در دو حالت مختلف می‌توان نصب کرد. برای آشنایی با محصولات و آموزش بیشتر به وبسایت www.optix.ir مراجعه کنید و ما را در یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.